بگیر بابا جون، خوب جوشوندم، بخور. ممنونتم. ازش خیلی خوب نیست، اما حسابی خاصیت داره. بخور حالت خوب میشه. میگم خواهر میشه مرهمو بدی بزنم برای بابا؟ یادم نبود موقع خواب میزنم باشه. خدا رو شکر مادرتون شما رو به دنیا آورد. دیگه هیچ وقت تنها نیستم دخترم. بی خود نگفتن دختر باشه از گل باشه. آره بابا خدا رو شکر. اما ای کاش مادرتونم میتونست این روزا رو ببینه. راستی بابا اولین بار با مامان چطوری آشنا شدین ها؟ تعریف کن. آخه الان وقت این حرف هست. اتفاقا الان وقتشه، تو نگران نباش. اون روز هم مثل همیشه با پدر بزرگتون داشتیم از ماهیگیری میومدیم. هوام خیلی گرم، خیلی گرم. همه چشمه وایسادیم گفتیم یکم خنک شیم. با بزرگتونم گیر داده و میگفت زود باش بعد بریم خونه، زود باش بعد بریم خونه. اخلاقش رو که میدونی. مگه میشه ندونی؟ هیچی دیگه. دقیقاً لحظه‌ای که داشتیم میرفتیم یهو دیدم یه اسب از دور با چه سرعتی داره میاد سمت ما. گفتم خدایا این دیگه کیه؟ نگاه کردم رو اسب یه دختره بود. وای خیلی خوشگل، خیلی خوشگل. موهاش تو با تکون می‌خورد. مونهاش از گرما قرمز شده بود. آسیه بود. داره همون لحظه دلم لرزید. انگار پرنده ها تو دلم داشتم پرواز میکردن. باورتون میشه؟ خیلی زیبا بود. آره. بعدش چی شد؟ مادرتونم با اسبش وایساده بود اون طرف چشمه. خب اسبش هم خسته شده بود. هوا خیلی گرم بود. یکم به اسبش آب بود. با بزرگم هی گیر داده بود بیا برید بیا برید. باورتون میشه انگار همون لحظه تو جام بیخکوب شدم. همینجوری خشکم شد. عاشقش شدی آره؟ چه جورم؟ یهو یه چیزی افتاد تو دارم. مادرتون تو چشام خیره شده بود. یه چوبم دستش بود. خیلی جدی نگاه میکرد. گفتم به چی نگاه میکنی ها؟ خلاصه واسهتون میگم دقیقاً مثل خواهرم. بعدش هم کلی بازم حرف زد. الان زیاد به خاطر ندارم. بگذاریم. اونم از من خوشش اومده بود. بعدم بهم گفت. اون به من نگاه کرد من بگم. اون به من نگاه کرد من بگم. همینجوری چش تو چشم تا اینکه من به دنیا تا اینکه- اومدم آره. چی؟ میگم تا وقتی که من به دنیا اومدم. نه نگو. این چه حرفی میزنی امینه؟ یعنی چی آخه؟ راست میگم دیگه. اگه من به دنیا نمی اومدم مامان الان زنده بود. اینجوری تو و خواهرم هم اصلا تنها نمی شدیم. دختر چرا پرت و پلا میگی؟ بعد به من میگه دیوونه. خودش از من دیوونه تره. این حرفا رو نزن. همچین چیزی نیست. آی خیر باشه ایشالله. قرب خیر آقا جو کجا میخوای بری؟ کار دارم تو دخالت نکن. یعنی چی کار دارم تو دخالت نکن؟ بازم مثل کمانده ها لباس پوشیدی کجا داری میری آخه؟ صالح ببین من با فاطمه حرف زدم. اون برادرای عوضیش دوباره اذیتش کردن. میخوام برم فاطمه رو فراری بدم. آره بعدش هم حساب اون برادراشو میرسم. اینطوری نمیشه. ای بابا من دیگه دارم دیوونه میشم. بابا یه خورده هم فکر من باش. به من کار بابا نداشته بزرگ. باش. فهمیدی چی میگم؟ بابا بزرگ، بابا بزرگ جونم، بابا بزرگ، بابا بزرگ، بابا بزرگ. ببین چی میخوام بهت بگم. چی میگی؟ خیلی دیر وقت نیست نه؟ احساس میکنم خیلی دیر شده. بهتر نیست فردا صبح بریم؟ آره خواهر جون خیلی دیر وقت. فردا میتونیم بریم. تازه بیا برات یه قهوه درست کنم خوشمزه برات باقلوا میارم. از همون باقلوا پسته یا؟ بله باقلوای پسته‌ای. ببینم شما که میگفتین تموم شده. نه هستش. اتفاقا زیادم بوده مگه نه؟ آره هست داره. باشه معلومه عزیزم زیاده. باقلوا پسته‌ای خیلی خوبه. بریم منم یه قهوه میخورم. عثمان برای چی من آوردی اینجا؟ شعر که بهت میدم دیگه چرا گندشو در میاری؟ همش مثل زنا قر میزنی. بس کن دیگه. اگه آقا ساله من اینجا ببینه دیگه تو صورتم نگاه نمیکنه. آخه آقا ساله چرا باید تو رو ببینه؟ تو اینجا قایم میشی. صمد تو نمیخوای من اون خوشبخشم؟ همه شعر بهت دادم هنوزم راضی نیستی دیگه باید چیکار کنم؟ این دفعه قضیه فرق داره. فعلا امین جانم این درخواست ازم داره. طبیعی دوست داره. خیلی خاص. خیلی خوب دیگه خودت حرف بزن. یه شعری بگو یکم ذهنتو به کار بنداز. هیچی بلد نیستی اینقدر بیوزه‌ای پسر. اگه میتونستم حرف بزنم که تو رو با خودم نمی آوردم. به من ربطی نداره من میرم.
وایسا اینجا به پنجره سنگ بزن. سب کن الان میاد. نکن عثمان. برو پی کارت. امینه جان خوشگلم چطوری؟ من دیگه نمیخوام با تو حرف بزنم آقا عثمان. حتی تو روز هم نمیخوام نگاه بکنم. من میخوام تو یارم باشی. هر روزی که بدون تو گذشت انگار جام زهر نوشیدم. من میخوام که تو یارم باشی. هر روز که بدون تو گذشت انگار جام زهر نوشیدم. شکم من دیگه از این حرفا سیره. عشقم به تو هیچ موقع تموم نمیشه. عشقم به تو هیچ وقت تموم نمیشه. تا ابد قلبم برای تو میزنه. آرزوم اینه که یه روز نگاهت به من بیفته. تا ابد دوستت دارم عشقم. اغرب یا هزار پاس. ای وای اغرب یا هزار پاس همه جا. چی داری میگی عثمان؟ میگم اغرب منو زد. میگم اغرب از چیزم رفته تو. آره 1000 پا خودتی، اغربم خودتی عثمان بی شخصیت. امینه سوء تفاهم شده عزیزم. گم شو ببینم. برو گم شو دیگه نمیخوام این طرفا ببینم. تا عثمان شنیدی چی گفتم؟ برو گم شو بی خاصیت. امینه صمد بیچارم کردی صمد خر. من میرم که شما راحت باشین. اینجوری خیلی خوب شد. به خدا من زن باهوشیم. دست درد نکنه. شناسی خونه خوبه ولی وسایلشو چی کار کنیم؟ وسایل که هست عزیزم. ببین چند تا وسیله قدیمیه، 2 تا هم تخت. هممون قراره اینجا بخوابیم. عزیزم ما چند سال تو کاروان زندگی کردیم مگه نه بچه؟ بله درسته. شناسی باشه چی کار کنم؟ میگم تو بشین لیست وسایلو بنویس. خواهش میکنم اینجا هیچی نداره. خیلی چیزا لازم داره. باشه خب پسرای عزیزم از داستان فرمول چه خبر؟ داریم روش کار میکنیم بابا جان. عجب حلش میکنیم. به زودی دست خودت بابا، اصلا نگران نباش. جدی؟ پس اینطور خیلی عالیه. این روستایی کوفتی عین برزخ میمونه. این فرمولو گیر بیارین تا یکم نور روشن ببینیم. نور روشن. بچه ها رو که نگاه میکنم آینده رو میبینم. این دفعه دیگه کتکم نمیزنی خوشگلم. دیگه چیزی نموده به هم برسیم امینه جان. انشالله. امینه تو حرف حساب حالیت نمیشه. ببینم چند دفعه دیگه باید بیرونت کنم عثمان. صبر کن دلیل زندگیم. قبل اینکه تیر خلاصو بزنی یه بار دیگه به حرفام گوش بده. یه سورپرایز خیلی بزرگ برات دارم. باورت میشه؟ اینه ببین همه مردم دارن در مورد این حرف میزنن. میدونستی؟ این از کجا در اومده؟ آخ پارش کردی؟ چرا پارش کردی امینه؟ مهم نیست از کجا در اومده. تو این حرفا رو ولش کن. دیگه مانعی برای ازدواجمون نیست امینه. تو به اون فکر کن. برو گم شو تا نکشتم تو عثمان خان. آبروی خواهرم رفته بعد اون وقت تو خوشحالی آره؟ آها من اصلا به این قسمتش فکر نکرده بودم امینه. ببخشید عثمان جون مگه تو الانم فکر میکردی؟ ای خدا به خاطر خودم آبروی خواهرم رو بردم. خیلی بد شد. اما امینه عثمان تا وقتی بابام اینا نفهمیدم باید این مشکل رو حل کنیم. فهمیدی؟ آها با هم حلش میکنیم مگه نه؟ مثل قدیما باید چیکار کنیم امینه جان؟ چه میدونم. من حواسم به بابام هست. تو هم مراقب باش تو روستا کسی حرفی نزنه. خب خیالت راحت باشه. فکر نکن بخشیدمت آقا عثمان. داریم تاوان بی‌عرضگی خودمون رو پس میدیم. همین که این مسئله حل بشه شما رو به خیر ما رو به سلامت. اما خوشگلم عثمان حرف نزن کار کن. حرف نزن انقدر. اون قضیه رو یه جوری حلش میکنیم عزیزم خوشگل من. بابا داری چی کار میکنی؟ کاری نمیکنم دخترم. تو چی کار میکنی؟ چرا رنگت پریده ها؟ بذار ببینم. آخ
تبم که داری. حالا داری کجا میری الان؟ ای بابا فکر نمی کنم چیز مهمی باشه. نه خیر، اصلا هم اینطوری نیست. یه بابا که بیشتر ندارم. اجازه نمیدم با این حال بری سر کار، واقعا که. دخترم من حالم خوبه. چرا داد میزنی امینه؟ خواهر جون ببین بابا مریضه، بهش میگم نرو سر کار، میگه میخوام برم سر کار. به خاطر یه ذره تب خواهرت همه چیزو به هم ریخته. نگاه کن چیزی هستی؟ قصد قایق چی میشه پس ها؟ تو خونم که هیچ چی نداری. پس چیکار کنی؟ بابا چرا قصه این چیزا رو میخوری؟ بالاخره یه فکری میکنیم دیگه، یکم استراحت کن. اما دخترم اما اگر نداره دیگه دارو زدیم، باید خودتو گرم نگه داری، بمون خونه استراحت کن باشه. ای داد و بیداد. بیا. این دیگه چیه دخترم؟ اصلا چیکار حق اعتراض می‌کنی نداری آخه؟ بابا جون، بیا. الانم میرم برات جوشونده یه لیمون انا درست میکنم، میخوری حالت خوب میشه بابا. ای بابا دخترم حداقل دمپایی بود در بیار. حق نداری جایی بری، باشه همینجا بمون. بذار ببینم. حق اعتراض نداری، حواست باشه، میام پیش جایی نرو، باشه. خدافظ. آخه ناراحتمون نکن بابا. وایسی ببینم. ای بابا آخه قسطای قایق چی میشه دخترم؟ امینه من میرم ماهیگیری، تو نزا بابا بفهمه، خب قصه میخوره باشه. ماهیگیری؟ خونرم به تو میسپارم. باشه، خیالت راحت باشه، موفق باشی، برو راحت باش. آخرین باری که اینو گفتی بعدش دیدم چی شد. ای بابا تو اگه به من تیکن اندازی آروم نمیشینی نه؟ خیلی خوب باشه. تو چیزه یادت نره پشت بابا رو دارو بزنی. باشه، موفق باشی. باشه من رفتم. امینه وظیفه‌شو با موفقیت داره انجام میده. حالا دیگه نوبت توه آقا عثمان کاراگاه. توی ظریفه؟ آره عثمان، تو خجالت نمیکشی خونه مردم رو دید میزنی؟ نه بابا، من خونه کسی رو نگاه نمی کنم. دارم به پرنده ها نگاه میکنم. خیلی باحال زندگی میکنن، خوش و خرم دارن زندگی میکنن. به خدا الان خودم میفرستمت بالای درخت تا ابدم همونجا بمونی. باشه ظریف، عصبانی نشو. میرم یه جای دیگه پرنده ها رو نگاه میکنم. تو داشتی کجا میرفتی؟ میخوام برم ماهیگیری، بابام مریضه. خدا سلامتی بده. بابات مریضه، تو هم میخوای تنهایی بری ماهیگیری، درسته؟ چرا تنها برم؟ مگه صمد نیست؟ آره صمد هست، راست میگی. دلت میخواد نگاه کنی؟ خیلی خوشگلن، راحت زندگی میکنن. بیا ببینم. آره ببینم گوشم پس همونجا. من که نمیبینم. اونجا رو نگاه. البته امروز یه ذره اعصابشون خورد. هیچی نیست. اونجا رو- سالگی وقت منو گرفتی ها. هی هم پرت و پلا میگه. ای بابا. الو صمد، ببینم تو صمدی؟ باشه گوش کن. ببین کاپیتان تو آقا ساله مریض تو خونه خوابیده، بعد تو هنوز تو قایقی؟ خجالت نمیکشی؟ زشت صمد. آخه این چه کاریه؟ میگن دو تا برادر رو به جون هم انداختی. آره اونا برادرن، پدر مادرشون هم خیلی خوبن. ظریف خانومو نگاه کن. کی فکرشو میکردی اینجوری باشه آخه؟ هی روزگار. روز بخیر، خسته نباشین. اینو چشونه دیوونه؟ رو که نیست، سنگ پاست. داداش سواش، داداش سواش، داداش سواش بیدار شو. بذار چه خبرت الان سکته میکنی؟ من یه خبر خیلی خوب برات دارم. خیر باشه. ظریفه داره میره ماهیگیری. این کجاش مهمه عثمان آخه؟ بله درسته، اما بابا ساله مریضه. منم صمدو پیچوندم، یعنی تو قایق تنهازه. آره منم با خودم گفتم شاید به یه مرد قوی نیاز داشته باشه. من دیگه نمیدونم، نظر تو چیه ها؟ آفرین تو عثمان، آفرین، خبر خیلی خوبی بود، دمت گرم. عجب که این تو با ظریفه تو قایق بدون من نمیذارم قصر در بری آقا سواش. سلام آقایون. سلام علیکم. ظریفه اصلا انتظار نداشتم. چی میگی داداش
باش حسین. مشتری اومده میرم به کارام برسم. باشه. هیچی آخه باخته از اون ناراحته. من باید برم. مشتری اومده. خداحافظ. خداحافظ. واقعا که سلام خانوما. چی شد؟ ای بابا اولی صبحی همتون زده به سرتون؟ ظریفه چرا داری تو روستا میچرخی؟ خجالت نمیکشی؟ الان باز دعوا میشه. چی گفتی؟ دوباره بگو ببینم. نه چیزی نگفت مگه آقا رستم؟ چیزی نگفت. الان قاطی نگفت. تو ساکت شو ببینم. بگو ببینم چی گفتی ها؟ اینا رو میگم. اینا دیگه چیه؟ کی اینا رو گرفته؟ این حرفا رو ول کن، نتیجه رو ببین. کدوم نتیجه رو باید ببینم؟ شماها منظورتون چیه؟ اون دوستای منه. ماشاءالله آفرین به تو. انگار دست یه دوست کم بوده که دست دومیرم گرفتی. تو از جونت سیر شدی مختاراره؟ نه ظریفه. بابام داره شوخی میکنه مگه نه بابا؟ تو ساکت شو پسر. بعدم میگن زنا فضول خبرچینن. شما چی کار میکنین و از اینجا نشستین غیبت میکنین؟ خجالت نمیکشین؟ تو یواشکی با پسرا میگردی خجالت نمیکشی؟ ما خجالت نباشد میکشیم؟ چیزکی مردم نگوین چیزا ظریف خانم. جدی میگی آقا مختار؟ گوش کن چی میگم. تو نشستی اینجا به مردم تهمت میزنی آره؟ اون وقت فکر کردی این کارت خیلی هم راحته. آقا سلیم. شما مردای گنده کار زندگیتون رو ول کردین نشستین غیبت منو میکنین آره؟ خجالت هم نمیکشین نه؟ ما باید خجالت بکشیم؟ خودت خجالت بکش. دختره دیوونه قهوه خونه رو به هم نریخت. واقعا که توف بروتون بیاد. متاسفم براتون. خجالت بکشید. هی میخوام جلوی خودمو بگیرم ولی نمیذارم. گوش کنید من پیشونیم سفیده به هیچ کسم جواب پس نمیدم. فهمیدین؟ مخصوصا به شما که اصلا جواب پس نمیدم. بفرمایید بشینید به غیبتاتون ادامه بدید. دیگه خسته شدم. شما یه کاری میکنین تاوانش من باید پس بدم آره؟ اینا فعلا روزای خوبت ظریف خانوم. حالا میبینی چی سرت میاد. فقط بشین و تماشا کن. من نمیدونم اون پسرها از چیه این دیوونه خوششون اومده. خدایا باز کاسکوزا قرار سر من بشکنه. میگم این بورک درست کردنم چه فکر خوبی بوده. پس چی؟ ما ناسلامتی دختره آقا رستمی. امیدوارم ساواش و باریشم خوششون بیاد. امیدوارم. ببینم شما شنیدین ظریفی باز رفته قهوه خونه رو به هم آره ریخته. بابا فهمیدم. همش با اون پسرای کاروانچی میگرده. هم اشتباه میکنه هم روش زیاده. آره به خدا کی فکرشو میکرد ظریفه اینطوری باشه آخه. آره گوش کنی. شما چی دارین میگین؟ جریان اون پسرای کاروانی چیه؟ یعنی شماها نمیدونین ظریفه بین دو تا برادر رو به هم زده. ما همیشه دیر میرسیم همیشه. زود باشید تعریف کنین ببینم جریان چیه. زود باشین بگین دیگه. ببینم زود باشین بگین ظریفه کجا رفت؟ ای بابا ولمون کن. آره جون خودش. ایلکنور چرا اینجوری ماتت برده؟ بیا دیگه معلوم نیست چه خبره. وای نمیدونم. وایسا مگه قرار نبود بورک ببریم؟ ای بابا بورکو ول کن. پسرا دارن از دستمون میرن. باید جواب اینو به ما بده. کی جواب بده؟ من نمیخوام با شوهرم دعوا کنم ای بابا. خدایا به من صبر بده. از ظریفه باید بپرسیم. اون باید بهمون جواب بده. باید بفهمه نمیتونه رو شوهرامون نظر داشته باشه. باید بهمون جواب بده. درست میگی. نباید دیگه به اونا نزدیک بشه. فرشته شیطان صفت. کدوم فرشته؟ اون فرشته نیست. اعصابمو خورد نکن. بیا بریم. سر تو خالی میکنم. بیا دیگه. ای کاش میزدم کله اون مختار رو رستم و میترکوندم. همچین دلم خنک میشد. بهش میفهمونم حق نداره که رو عشقمون نظر داشته باشه. بعد از تو نوبت منه. ببینم دختر جون. تو خجالت نمیکشی؟ چرا باید خجالت بکشم؟ ای بابا
اعصابم خورده ها. حوصله شما دیوونه ها رو ندارم دیگه. چیه دیگه ترسیدی؟ واسه همین حوصلمون نداری. حسودیش میشه واسه همین عزیزم. خدایا خودت به من صبر بده. یکی تموم میکنه اون یکی شروع میکنه. برید پی کارتون. بابا حوصله ندارم دیوونه ها. ترسید. چی شده ترسیدی ظریفه؟ چطور بلدی با پسرا سلام علیک و رفت آمد بکنی مخ بزنی ولی به ما که میرسی اعصاب نداری؟ آره خجالت بکش بی ادا. داره میاد کنده هاتون رو بکوبم به هم. دوست داری آره؟ خب حالا بگید ببینم. بیا اینجا بگو ببینم. بیا اینجا بگو ببینم. کی رفته با پسر رو قرار گذاشته ها؟ به خدا این حرفو نزدم ظریفه. باور کن منم نگفتم نمیدونم. تو منظورمون رو اشتباه فهمیدی به خدا. آها فهمیدم. پس من حتما اشتباه شنیدم مگه نه؟ آره حتما. خیلی خوب. تو قبول داری آره؟ آخه حالا درست شد. ببینم بازم به من تهمت میزنین یا نه؟ خدا دیگه این کارو نمی‌کنیم. این کاری نکنیم. الان بورکا میریزه اینو بگیر. خواهش میکنم. داری گریه میکنی؟ آخه گریه میکنی آره؟ بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. آی والا به خدا درد داره. چی شد؟ درد داره آره؟ درد داره؟ نه دیگه هیچی نمیگی. صبر کن ببینم باز از این حرفا میزنی؟ آیا خواهد عالی شدید به قولی به هم نچسبیده شدید. عالیه لباساتون هم قشنگه. خیلی خوبه. خدافظ بریم دیگه برنگردیم. همه مردم روستا باید جریان ظریفه رو بدونن. فقط حواستون رو جمع کنین. اصلا نگران نباش آقا. کاری میکنم که همه بفهمن. آفرین همین جوری باش. بعد بیا ازم جون بخواه. اما ای کاش میشد یکم پولتو بخواه. داداش سلیمان حالت چطوره؟ بیا 2 کلمه حرف بزنیم. نه عثمان میخوام برم مسجد. داداش سلیمان هنوز وقت است. بیا بریم دیگه. بیا ای بابا چرا اینقدر گیر میدی تو؟ شما برای ما خیلی بشین عزیزی. دیگه. دل بچه رو نشکن. برو بشین. بیا نشستم. سلام آقا. سلام سلیمان. آقا سلیمان خیلی وقت بود ندیده بودمت. حالت چطوره؟ خوبی؟ به خدا دیگه ستاره ساحل شدی. حالت خوبه؟ مگه نماز صبح هم دیگه رو ندیدی؟ چرا پرت و پلا میگی ها؟ داداش سلیمان من میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. برای همین چیز کردم. میگم شما نظرت در مورد حرفایی که مردم پشت ظریفه میزنن چیه ها؟ خجالت نمیکشی عثمان؟ برای چی این بحثو باز کردی؟ پسر آفرین به تو. نظری ندارم عثمان. مگه من اهل غیبت کردنم؟ آها یعنی منظورت اینه که غیبت کردن خیلی گناه داره آره؟ بله گناه بزرگیه. حق و ناسه. باید بری حلالیت بطلبی. تا وقتی که حلالیت نگیری نمیشه. بله توبه بسم الله. میدونی چیه؟ میگم الان اگه من غیبت نکنم اما غیبتی که مردم میکنن و بشنوم بازم گناه داره داداش سلیمان ها؟ ببینی اونی که غیبت میشنوه به اندازه کسی که غیبت میکنه گناهکاره. یعنی انگار همشون دارن گوشت تن مرده رو میخورن. گوشت تن مرده؟ حالم بد شد ای خدا. یعنی میگی انقدر گناه داره که انگار داری گوشت مرده رو میخوری آره؟ پسر معلوم است داری چی کار میکنی؟ داداش سلیمان تهمت زدنم خیلی گناه داره مگه نه؟ آخه پسرم اگه همه اینا به خاطر خیر و صلاح ظریفه باشه چی ها؟ واقعا به خاطر خیر و صلاحش آره؟ فکر نکن. بالاخره ظریفه هم یکی از دخترای همین روستا. سلیمان میگم چطوره تو یه سر بری پیش ساله. بهتره قبل از اینکه از غریبه بشنوه خودت بهش بگی. چطوره؟ به خاطر خود ظریفه میگم ثواب داره. خب همه میدونن دیگه. در دهن مردم رو که نمیشه بس آقا سلیمان. دختر بیچاره گناه داری. درسته حق با شماست اما این مسئله خصوصیه. به من که ربطی نداره. داداش سلیمان یه چیز دیگه. عکس مسلم بابا رو دیوار اتاق منه. میخوام بدونم این مشکلی نداره. یعنی به لحاظ شرعی جایزه یا نه؟
اگه تو این کارو نکنی پس کی بکنه سلیمان؟ همه اینا به خاطر خود ظریفه است. الان اگه اون پسرا بلایی سر ظریفه بیارن که البته خدا نکنه، اون وقت با خودت نمیگی که ای کاش حرف زده بودم؟ درست نمیگم مردم؟ درست میگم. داداش سلیمان، میگم مثلا وقتی آب میخوریم روزمون باطل میشه، وضو گرفتنم گناه داری یا نه؟ آخه این خیلی مهمه. راستش که الان اینو شما گفتین منم به فکر افتادم. سلیمان اگه صالح از غریبه بشنوه ممکنه خدایی نکرده یه وقت سکته مکته بکنه. ظریفه هم دختر همین روستاست. برو. داداش سلیمان، من میخوام یه سوال دیگه بپرسم چون برام خیلی مهمه. خیلی دوست دارم جوابشو بدونم. فکر کن از اینترنت یه بازی دانلود میکنم. به نظر شما این گناهه؟ عثمان چرا اینقدر حرفای بی ربط میزنی آخه؟ من بهتره برم با آقا صالح صحبت کنم. خدا نگهدار. برو حرف میزن، برو. ثواب داره، خیلی خوب میشه. برو. داداش سلیمان. آقا شناسی فکر کنم این برای شماست. نه آسمان خانم، مال من نیست. شناسی این چیه؟ لیست وسایلمون کجاست؟ لیست وسایل؟ تو جیبم عزیزم. حالا که تو جیبم برم یه نگاهی بندازم، بعدم میبینم ایتون. سلام عمو جان. به زودی بهش میگیم بابا جون. دخترا چه قیافه‌ایه؟ چرا به هم گره خوردین؟ حالا چی بگم آسمان خانوم؟ ما یهویی یهو طوفانی به پا شد که موهای ما رو به هم گره زد. وای این چه طوفانی بود آخه، چقدر بد شده. آی صبر کن، آی بازش میکنم الان. بایستا. خیلی ممنون. ما اومدیم دیدن شفیق خانوم برای خوش آمدگویی. خیلی ممنون. بفرمایید. بارش کجاست؟ وای اینو چقدر بامزه. رفتم بیرون. چی کارشون داری؟ چه بد. امیدوارم دیگه شما برای همیشه اینجا بمونین شفیق خانوم. انشالله برای پسراتونم همینجا زن بگیرین. چی بگم؟ اگه دختری باشه که دوستش داشته باشن خب معلومه که میگیرم، چرا که نه؟ خوشبختی اونه. آره جونم، تو روستای ما کلی دختر هست، ببین پسند کن بگیر. آسمان جون، ما الان تو شرایطی نیستیم که به این چیزا فکر کنیم. میدونی که جهیزیه و هزینه‌های عروسی خیلی بالاست. آها، یعنی اگه جهیزیه باشه مخالفتی نداری؟ آره خب اینجوری یکم راحت‌تر میشه، اما اینجور چیزا همیشه قسمته. ما دیگه بریم. دخترها یکم بیشتر بمونیم. خب یکم بمونیم، اصرار میکنم. خواهر جان تو را بهت میگم. والا آسمان خانم با مامون نگران میشه. عزیزم این چه کاریه؟ نیازی نیست. خدا به سلامت. دیگه